ساکنان دهه سمرقند جمعیت دیهاتی سهشنبه به یک عمل خیرونکو دست دادند. تمام ساکنان در پرتو دستور سفارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از یک گریبان سر برآورده برای آبادی محل و ساختمان 10 صنفخانه ایلاوگی مؤسسه تعلیمی رقم 9 کمر همت بستند. البته قسمت بیشتری کارهای ساختمانی در این انشاءات به اتمام رسیده است. باید تذکر داد که ساختمان این تعلیمگاه با واسطه حشر و مبلغ‌گذاری ساکنان دهه سمرقند و مهاجران مهنتی جریان دارد. در این بابت معاون رئیس جمعیت دیهاتی سهشنبه سهراب ریایوف چنین ابراز نظر نمود. در دوره نقشه چهاربین‌های جماعت دیهاتی سهشنبه جهت پیش‌ورزگیری 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه سمرقند جماعت دیهات 10 صنفخانه ایلاوگی به نقشه گرفته شده است که خیلی که امروز شما شاهد هستید با یاری اهالی دهه صنفخانه‌های ایلاوگی دیوارش برداشته و امروز محکم کنی بالاپوش بنا ادامه دارد و تصمیم گرفتیم که تا جشن 30 سالگی استقلال 10 صنفخانه ایلاوگی به آخر رسانده سپاریم. ساکنان دهات نیت دارند که روزهای نزدیک قسمت بالای بنا را محکم نمایند و نصب تیره‌زه و در و آرایش انشاءات را آغاز نمایند. در این زمینه باید گفت که سالیان زیاد نورسان و جوانان دهه سمرقند از نبودن جایهای نشست در این تعلیمگاه تنقیس می‌کشیدند و در نظر است که تا آغاز سال خوانشی نو این معمای ساکنان برطرف می‌گردد و تمامی خوانندگان در صنفخانه‌های کشاده بر هوا به تحصیل فرا گرفته می‌شوند. در کارهای ساختمانی انشاءاتی مذکور رهبریت جمعیت سهشنبه نیز سهمگزار بوده پیوسته با ساکنان جهت انجام سری‌وقتی کارها در ارتباط هستند. واقعا ساختمان صنفخانه‌های ایلاوگی برای آموزش علم و دانش نورسان و جوانان پیش بینی گردیده است. عمل خیر و ثواب میباشد و در انجام این کارها همه ساکنان دهه سمرقند یک دلانه کوشش نموده ایستادند. بینندگان عزیز، چنانکه که شما دیده ایستادید در جمعیت دیهاتی سهشنبه در دهه سمرقند کارهای ساختمانی با ما را ادامه دارد و ساکنان این دهات نقشه دارند که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان این مؤسسه تعلیمی را ساخته به استفاده دهند. گزارش دلوار رشیدوف، ظفر حسنوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.